و کسی که قهری هست، کینه و نفرت، عداوت، بغض، پروردگار اینم نامه اعمالش نظر نمیکند، اینم نمیبخشد. سلامت باشید. بسیار درک کردیم از فضیلت ماه مبارک شعبان. میخواستم که برای آنانی که بی صبرانه انتظارند ماه مبارک رمضان را و میخواهند و میپرسند که باید چی آمادگی داشته باشند برای ماه مبارک رمضان، برای که خوب استقبال کرده توانیم ماه مبارک رمضان را. سلامت باشید. بهترین سوال. ماه مبارک رمضان یک هدیه گفتیم از جانب پروردگار و یک فرصت برای بندگان پروردگار است، خصوصا برای مسلمان و مؤمن است. پروردگار هم چگونه که آیت قرآن است، خداوند میگوید که و ربک یخلق ما یشاء و یختار. خداوند است که هر زمانی را فضل دهد او میدهد و هر مکانی را پروردگار برتری دهد او میدهد. یکی از زمانهایی که پروردگار برتری دادگی است این ماه مبارک رمضان است. ولی همین فضیلت